اگه میخواین که سیب زمینیاتون توی ایرفرایر به همین تردی و خوش رنگی بشه، این ویدیو رو سیو کنید و تا آخرش رو ببینید. چند تا نکته ریز داره که توی این ویدیو بهتون میگم. اول از همه اینه که ضخامت سیب زمینیاتون تا حد ممکن یک اندازه باشه، باعث میشه یک دست بپزه و خیلی خوب میشن. و بعد سیب زمینی رو توی آب و یخ و نمک بریزید و بذارید 10 دقیقه بمونه که نشاسته اضافی سیب زمینی گرفته بشه و رنگ سیب زمینی‌ها تیره نشن. و بعد آبکش کنید و حسابی خشکش کنید. وقتی خشکش کنید و رطوبت نداشته باشه بخار نمیکنه و سیب زمینی‌ها ترد میشن. یه کوچولو بهش روغن زیتون یا روغن کنجد بزنید و این شکلی توی ظرف قشنگ مخلوط کنید تا همه جاش روغنی بشه. و بعدم بذارید با گزینه سیب زمینی یا همون 200 درجه سانتیگراد به مدت 20 الی 25 دقیقه بپزه. بین پختم حتما سیب زمینی‌ها رو زیر و رو کنید چند بار تا یک دست بپزه. و این هم از سیب زمینی‌های خفنمون که آماده شد. بعدش میتونید مثل من روش اورگانو، فلفل سیاه، نمک و پول بیبر یا هر ادویه‌ای که دوست دارید بزنید و مخلوطش کنید و دیگه هیچ وقت سیب زمینی‌ها رو سرخ نمی‌کنید. این ویدیو رو بفرستید برای هر کسی که ایرفرایر داره تا اونا هم بتونن استفاده کنن. فعلا خدافظ.